ایرانیم ایرانیم گیلانیم گیلانیم. خب قابل توجه علاقمندان آقای صادق بوقی، ایشون آقا فامیلیش اینه صادق بنا متجدد یا صادق بنا متجدد، باقری و اینا نیست. خب حالا امروز با یک خبر خیلی مهمی مواجه شدیم. امروز سه‌شنبه 21 آذر 1402 متوجه شدیم که ایشون پیج اینستاگرامش برگشته. پس علاقمندان ایشون خوشحال باشن. یک مصاحبه ازش منتشر شده، فارس مصاحبه کرده باهاش. من میخوام این ویدیو رو پخش بکنم و پیجشو معرفی بکنم. بعدن یه روزی با اسکرین رکورد، اسکرین شیرینگ میام اینجا آنلاین ویدیوهاشو میبینیم، چون که الان دیگه منع قانونی احتمالاً نداره و پیجش هم برگشته. حالا تو این ویدیو کامل توضیح میده و چیزایی که در موردش اومدم در ویدیوهای بعدی به صورت اپیزودیک منتشر کنم. خب من این صفحات رو ببینید. آقا پس آدرس پیج ایشون هست چی؟ صادق.b OOGHY صادق بوقی، صادق.بوقای مثلا دبلیو نمیم چرا نمیشه اشکاله. بعد من متوجه شدم ایشون موقعی که پیجش بسته شد 129,000 فالوور داشته، الان که باز شده درجه شده 353. اینو من صبح ساعت 8:30 صبح اسکرین شات گرفتم. البته این مصاحبه دیشب منتشر شده بود 353 صبح. حالا اگه نگاه کنید خیلی بیشتره. پس علاقمندان آقای صادق بنا متجدد مشهور به صادق بوقی در اینستاگرام، کسایی که مثلا خارج هستن میتونن استفاده کنن از این آدرس، میتونن از این هندل وارد پیج ایشون بشن. حالا بعدن یه روز میام اینجا مفصل ویدیوهاشو اونا چک میکنم ببینیم که درونش چیه. پس پیج ایشون باز شده. اوکی اینم آدرسشه. حالا باید یه کاری بکنم که یه کاری دیگه هم بعداً میخوام بکنم. الان ویدیو رو پلی میکنم که کسایی که بخاطر ویدیو اومدن برن. میخوام در یک ویدیو بیام متن آهنگ ایشون رو با ترجمه اصیلش که ترجمه شده و اینا رو بیام اینجا بررسی بکنیم. علاوه اینکه اون ریمیکسش کپی رایت پیدا کرده، یه ویدیو در مورد اون درست میکنم برای کسایی که علاقه دارن به این کارهای مدیا و اینا، بدونن که اگه از ریمیکس آهنگ ایشون یه روزی تنگ غروب آسمان استفاده بکنن این کپی رایت داره. خب هم آهنگش کپی رایت داره و اینو من خودم اضافه میکنم. متنش هم حتی مربوط، یعنی ارجاع شده به یک متن دیگه‌ای که توی موزیک پاپ ما بوده قبلا. حالا اینجا صحبتش نمیکنم تا من لحظه ویدیو استاپ بکنم اینا رو ببندم که صداش خوب باشه. خب الان درسته. بنده صادق متجدد هستم، بچه بندر انزلی. آب و خاک من اونجاست، دریاست، ماهی. ما با عشق تمام چون تو رودخانه سیبرود ماهی فراوانه، مخصوص سیاکولی، کاسکولی و شده که دنیدی رشدیدی چیکار من عاشق کلیگیریم. و هر حال تا اونجا که تونستم 19 سال مدام وجودم که به خدا واسه یک شایی از سیبرود گرفته باشم پولی نبودم. من جنی هنجرم گذاشتم بازم میذارم تا زمانی که هنجرم کار بکنه. پیش منو خلاصه به هر حال امروز باز کردن. عرضم به حضور شما شایعه به شما انداختن که صادقو گرفتن، صادقو زدن، نمیدونم تو زندانه فلان. خدا بسیار شاهد به جان بچهای من حتی یه تارموی من دست نزدن. این حرفا چیه فلان چیه. من مورد احترام و خلاصه به هر حال همین دوستای ورزشیمون هستم. 45 سال برای سیبرود بگذارم. افتخار میکنم که برای مملکت من رشت تا اونجا که بتونم جونمو برای فوتبال میدم تا زمانی که زنده ام. ولی بهشون میگم افتخار گران ملوان، عشق من در قلب من سپیدرود. ولی من خیلی دوست دارم و آرزوی من اینه اگه از دچار قبول کنن من لباس ملوانه بپوشم. محمد زیتونم رفیق صمیمی منه، دوستش دارم خدایی از بچگی. خلاصه از اون جوانی که اومده بود این حلم شما بیش خلاصه مال هر دوتا مونه. این فریادی است که ما باید به مردم بگیم که باشون دلشون رو شاد کنن. اصلا من عاشق ورزشکارا هستم، اینجوری بهتون میگم. چی والیبال باشه، چی فوتبال باشه، چی بوکس باشه فلان، تو محیط ورزش من خیلی دوست دارم. برای اینکه دارن زحمت میکشن. چی اون تیم باشه چی این تیم فرق نمیکنه برای من. هر دو تا باید 90 دقیقه بدون. یه فوتبالیست باید اینقدر تمرین کنه، اینقدر دوندگی داشته باشه که بتونه ما رو شاد کنه. از خدا بیاموزه غیران دیگه نگو به خدا. قرآن نامشو میارم کف میکنم. برای اینکه اون یگانه بود، دوستش داشتم. و جاش خالی نیست که حل منو بشنوه. به هر حال انجام وظیفه کردن. من پیج من یه جوری هستش که اصلا شایسته خانواده‌مه. من نهایت سعی خودم میکنم. اگه تو خیابون اجرا کردم فلان کردم، اول گفتم لطفاً رسیداتونو بذارید. اگه باشه من اجرا نمیکنم.
دوست دارم با هم بیایم بریم بازار ببینیم چطور باید فقط با صحبت کنه و عکس بگیره. والا از صبح تا لب فکر کنم نزدیک 200 تا تلفن برام شده. خدا من تعالی در این مستقیم کردن بینم ندیدم. من فقط میتونم تشکر کنم از اونایی که یادم منو میکنن. یه افتخاری برای من. میتونم بگم که ایرانیم گیلانیم. تشکر میکنم از همه اونایی که دوستم دارن. متشکرم. خدا نگهدارم. خب این تمام شد. کسایی که بخاطر این ویدیو اومده بودن دیگه تمام شد برن. خب اینجا اصلا اولش که قطع شد، اینجا که قطع شد میگه متجدد. بعد به نظر میرسه داره در مورد یک شخصی حرف میزنه. من اینجا خیلی فکر کردم که این شخص که فکر کنم یک کسیه، اون کسی که میگه از دنیا رفته همون کسیه که همکار خودش بوده، جزو تشویق کننده ها بوده، مثلا لیدر تیم، مثلا تماشاچیان فلان. که توی ویدیو اگه در آپارات دارید میبینید یه ویدیو من در مورد ایشون دارم دیروز، اونجا با یک کسی دارن شیپور میزنن، احتمالاً اونه، یا حالا مثلا سرمربی قدیمیشونه، یا که، ولی به نظرم اونه، چون از یک چیز مثلا شبیه خودش داره صحبت میکنه. و اون چیزی که اولش داره میگه 19 سال مدام که هنجرم کار بکنه. و ایشون داره میگه که دیگه شنیدید دیگه چیز خاص تحلیل نداره این. خب فقط من یه کاری که بعداً باید کنم، یکی متن این آهنگ ایشون رو در ویدیو بررسی کنم. یکی هم الان میخوام در مورد دربی، راستی دربی بعد از ظهر هست، در مورد بلیط فروشیش و اینا میخوام چیز بکنم یا درست کنم و که شرایطش چجوری. احتمالاً اگرم تونستم خودم برم اونجا برای مسابقه که این آخرین هفته هست در تهران. حالا پس آقای صادق بنا اینستاگرامش هم یه روز شیر اسکرین اینجا میذارم با آیفون، روی ویدیوهاشو بررسی میکنیم برای کسایی که علاقه‌مند هستن به آقای چیز. بله پس آدرسش هم من اینجا نشان دادم. همین بود، این بود. این آقای صادق بوقی، این در واقع نقشه هم که پشت سرشه تو همین نقشه گیلان هستش. ویدیو این مسابقه هم دیروز منتشر شد، دیروز عصر گرفته شده، حالا دیشب منتشر شد. پیجش هم من صبح دیدم که بازه، آدرسش هم اینجا دادیم. فقط یکی دو تا چیز دیگه هست در مورد ایشون، بعد این موضوعشو تمام میکنم. اگه در یوتیوب دارید میبینید در ادامه خواهد بود. در مورد آقای صادق بنا متجدد در واقع یه ویدیو دیگه است که دیده نشده است، علاوه بر اون که قبلا منتشر کرد، که یه جا داره تشویق میکنه، اونم جالب انگیزه و ترجمه آهنگش در یک ویدیو، و یه دیگه واکنشایی که خیلی خاص بودن در مورد ایشون، مثلا خود زرقامی و اینا نظر داده بودن. اگه شد دوام درست کنم بعد دیگه این موضوع ایشون تموم میشه، در مورد این مسئله که در هند هست یا آهنگ وایرال شده دیگه میرم درون اون، در این حوزه مسائل موسیقی و چیزهای خبری مربوط به هنر. پس این خواهد بود. پس فعلا همگی خدا نگهدار.